جالبش میدونی چیه؟ اینکه ویدیوت رکورد بشه ولی صدات داخلش وجود خارجی نداشته باشه. آنچه گذشت. شروع کردم به کندن تا برم پایین و فول دایموند بشم. کلی زغال کندم، زغالا رو کندم، رفتم توی کیوا و کلی ماب کشتم، ولی هیچ خبری از دایموند نبود. حتی قطعی مابم رسیده بود، انقدر کشته بودمشون. شروع کردم به گشتم، ولی هر جا میرفتم به بنبست میرسیدم و این بدبختم اینجا گرفتم و کشتمش. حتی رفتم ماینشفت قدیمی، رفتم داخلش تا بگردم و پیدا کنم و کلی توی راه آیرون پیدا کردم. هر جا میرفتم به یک آیرونی بر میخوردم و میکندمش تا اینکه یک استک شد. اینجا رو میگشتم، هیچی نبود و بر میگشتم تا اینکه یه جا رو کندم و دیدم زیرم اسپاونره. اسپاونر رو خاموش کردم، ولی دیدم اون ورم یه دونه اسپاونر هست. اسپایدراشو کشتم، بازگشتم، رفتم پایین و دوباره به گشتن ادامه دادم. هیچ دایمندی نبود. رفتم پایین و کلی آیرون کندم و یه استک فکر کنم شد دیگه، ولی خب مسیر نمیشم. کندم رفتم پایین، یک غار رسیدم که کلا دره بود همه جاش. شروع کردم به رفتن به جلو و دوباره گشتن. بیریچمو زدم، رفتم جلو، ولی به جای دایمند آمیتیس پیدا کردم. ببین، یعنی قطعی دایمند انقدر بود که حتی آمیتیس هم پیدا کردم، ولی دایمند پیدا نشد. شروع کردم به کندن، کندم تا ببرم برای تزیینات. ولی یهو که وقتی گشتم دیدم 2 تا دایمند هست. خب شانسمون اونقدر زیاد نبود، فقط 2 تا بود توش. جلوتر باز دایمند پیدا می کردم ولی کم بود تا اینکه رسیدم به اینجا. یعنی این قطعی دایمند انقدر بود که حتی آمیتیس و 2 تا اسپاونر رو اینجا رو پیدا کردم، ولی اونو نه. همه چی آروم بود تا اینکه یهو همه اسپون شدن. فرار کردم، افتادم به زمین. گشتم تا یه جای فرار پیدا کنم تا اینکه سر و کله این پیدا شد. کلی ماب ریخته بود تو سرم. منم مجبور شدم لف بدم تا دوباره برم توی وردمون تا 3 ثانیه اچ پی مون پر بشه، ولی دیدم 1 اچ پی شدم. دوباره لف دادم و این بار انگشتم رو روی وی نگه داشتم تا بدم و فرار کنم و همین کارو کردم و موفق شدم تا ازشون در برم. اومدم یه جایی انتخاب کردم، کندم، رفتم پایین، بالای سرمو پر کردم و یه کمی هم رفتم پایین، چون قبلا خیلی باگ می شدم و اینطوری از بالای سرم میتونستم بزنم. دوباره با موبا جنگیدم، حتی شمشیرم هم شکست. مجبور شدم با عکسم فرار کنم. وقتی که فرار کردم دوباره سر و کله این 2 تا پیدا شد. مجبور شدم راههای فراری رو انتخاب کنم، ولی نمیتونستم چون اینا همه جا میرفتن. و اینجا یک صحنه خفن اتفاق افتاد. یک کلوچ نابی زدم توی چند صدم ثانیه و تونستم کلاچ کنم. رفتم زیر زمین، گوشت خوردم تا برم اینا رو بکشم و تونستم 2 تاشون و کلی اسکلتون و زامبی رو بکشم تا خلاص بشم از اینجا و آیتماشون هم برداشتم تا چکش بسازم. کلی موب کشتم، کلی لوت کردم و بالاخره رسیدم به خونه.
بچه خوش اومدین به این ویدیو. صفا آوردین، اصلا حال میکنم باهاتون. من چرا اینجا توی اوپن چیه سقفم. خب حالا بیخیال. ببینیم بچه خوش اومدین به این ویدیو. لایک کنید، دنبال کنید، ساب کنید، نوتیفیکیشن هم فعال کنید. بعد راستی اینم سریع بگم، من اسکینم رو تغییر دادم و اینا رو حالا داریم. بذار میگم این که اسکینم رو تغییر دادم و بله میبینین که حالا چیز کیپمونم پشتمونه و اصلا عالی عشق و خوش اومدین ویدیوی پارت نمیدونم چندمی یادم رفته. حالا بزگریم. همونجور که میدونین ما از داخل کیوه یه دونه آرمور با این افکت چی میگه، اینقدر ادیت زدم دارم میگم افکت، با این اینچنته میریم جلو. حالا بزگریم ببینیم چی کار میخوایم بکنیم و اینا رو هم داریم، آیتمامون هم داریم. آره خلاصه ارزم بر درز همتون این که بذاریم مانستر رو بکشم روز شد. حالا من قرار شد دوباره ویدیو بگیرم ولی نتونستم. بذارین یه لحظه بایسته من گوشت رو کوفت کنم. همین شد مردم زندم. خب حالا من اینجور ندیده بودم پشم، دیده بودم و نرفته بودم. حالا بزگریم بچه، سریعا ادامه بدیم بازی رو تا جایی که میتونیم بریم دایمن پیدا کنیم و ما از داخل یک چستی که یادم نمیاد کدوم چست بود ولی از یه چستی تونستیم چیز برداریم. چون من موام خدا رو میخوره. قبلا اومدم اینجا خب ولی پایینش رو اصلا چک نکردم. باید برگردیم خونه بعد میریم لالا. نشد ریدم. تو نه ببین تو نه حاجی، من موام چرا میخوره نگاه کن. و این از این. حالا بازم داریم اما میتونیم خب حله تا اینجا کافی. بعد میخوایم چیکار کنیم؟ بگو چیکار میخوای بکنی؟ خداحافظ خونه قشنگم و چیزی که الان به دردم نمیخوره هیچ دیگه، تمام دست خالی بریم و امیدوارم که بریم. اونجا بوده، اونجا سرشه. منظورم چیزه سر اون مثلا اون غاری که از اونجاش در اومدیم. گفتم علامت گذاری کنم. این گوسفندا رو میکشم. حالا پشماشون الان میگم چیکار میکنم. خود فهمی گوش خوک میخوام. خوک گوش میخوام. این چیزی که الان اینجا مهمه چرمم میخوام. فرار نکن گوشتت به دردم نمیخوره. تنها چیزی که به دردم میخوره الان چرم. این داخل پورتالمون تو برو دیگه اشری، برو تو پورتال. یعنی پیسر فکرشو بکن. ما یه کمی رفتیم جلوتر میمونیم در طفولیت خود سر بگذارانیم. ویلیج هم پیدا کردیم به امید خداوند متعال که لگ شدیم دوباره. امیدوارم درودتون درود باشه، سلاممو به سلامتون برسونین. هر کی هم لایک نکنه گیه، کامنت بذارین لئو سیاه بخت لئو سیاه، زیرا که نتونستیم دایمن کلا پیدا کنیم. یه چیزی هم یادمون افتاد، این که ما کیو هم رفته بودیم، من قرار بود برگردیم دوباره به اون کیو، نتونستیم. حالا بیخیر انشالله با اون چیز الایترو برمیگردیم خونه قبلیمون و از اونجا وسایل دیگه مونم تا درودی دیگر بدرود.